اومدم امروز با آموزش ژل تیپس. برای همین ابزارش اول معرفی میکنم. اول از همه سوهان برقی نیاز داریم با سرسوهاناش. دوم ژل تیپس که میتونه هر شکلی باشه، گتیس. بعدش سوهان دستی و بعدم نیاز به یه چسب ژل تیپس داریم. چسب ژل تیپس که بعد ازاره نریزون اون گرونه نریزون هم بذارش اینجا. بعد پد کلینزر، یووی انگشتی و یووی اصلی. اون توش کم یووی معمولی هم که داریم میریم برای شروع اول بس هدف ناخونمون رو ببینیم که اندازش چقدره تا ژل تیپس مورد نظر انتخاب کنیم. من امروز میخوام انگشت اشاره رو کار کنم. میایم ژل تیپس مورد نظر انتخاب میکنیم. ژل تیپس رو دونه دونه اندازه میگیریم ببینیم که کدومش اندازه. این خیلی کوچیکه، پس میریم سراغ بعدی. شماره های متفاوت داره. الان قشنگ باید فیت باشه. این یه ذره بزرگه، میریم یه سایز کوچیک‌تر انتخاب میکنیم. دونه دونه میذاریم تا ژل تیپس. این دو تاست، یه دونه‌شو میذاریم کنار، اون یکی رو برمی‌داریم. این ژل تیپس قشنگ اندازه هستش. در ژل تیپسمون رو میبندیم، میریم سراغ سوهانمون. ژل تیپسمون رو میذاریم روی میز. حالا سوهان برقی اون رو برمی‌داریم، روی ناخنمون رو مانیکور میکنیم. با درجه متوسط این کار میکنیم که دست مشتری زخم نشه. خب اشاره‌مون رو میاریم، آروم میایم فقط کوتیکولا رو میگیریم، نه روی سطح ناخن. قشنگ مانیکور میکنیم، ضربه وارد نمی‌کنیم بچه‌ها. این ضربه خود ناخن خط و خط می‌ندازیم و بعدش میریم توی ژل تیپسمون خط و خط ژل تیپسمون رو برمی‌داریم. آفرین، همین به همین صورت هم تصویر انجام میدم. قشنگ توی خط و خط می‌ندازیم کامل این براقیتش روش بره. سوهان رو خاموش می‌کنیم. مهمی که الان باید بهتون بگم اینه که حتما پرایم زده قارشو باید بزنیم. پرایم زده قارشو من از قبل زدم ناخن. حالا می‌خوام ژل تیپسمو واسه کنم، پس نیاز دارم که یه ذره ژل تیپس روی کارم انجام بدم. ژل تیپسو برمی‌دارم، یه مقدار از این چسب فویلم یا می‌تونید از لامینه هم استفاده کنید. اینو کاملا فقط برعکس آروم آروم به صورت یو شیپ دقیقاً همینجوری ناخن می‌زنیم. می‌ذاریم این گرونه، می‌ذاریم رو درش. بعد میاد دستیارتون کمک می‌کنه، اینو قشنگ می‌ذارید، فقط ریشه رو می‌چسبونید. دستیارم بیادش روی ژل فشار. بچه‌ها فشار دستتون نباید بردارید، از الان نباید تکونش بدید، همینجوری بس ثابت نگه دارید. وقتی که خوش شد میچسب فویلتون، حالا اونو برش می‌دارین. دستیارم بگید لطفاً. می‌بینیم که این قسمت رو اشتباه دادم چون چسبمون کمه. یه ذره دیگه لطفاً چسب برمی‌داریم و زیاد برمی‌داریم. برمی‌داریم کامل به صورت یو شیپ. ژل تیپس رو داخل نگیریم و فشارش میدیم. روی ناخن دستیارمون میاد دوباره. لطفاً بیا اینو این داخل دستگاه بعد از چند ثانیه و این شد ژل تیپس داستان امروز ما. اگر دوست داشتی منو لایک کن و فالو یادت نره.